used to and would. We use used to talk about habits, repeated actions, or situations in the past that are no longer true now. ما used to رو زمانی استفاده می کنیم که واسه تکرار عملیاتی یا شرایطی در زمان گذشته که الان دیگه درست نیست. ساختار used to به این صورته که بعد used to فعل به شکل ساده میاد. 2 مثال نوشته I used to play football every day. من هر روز فوتبال بازی میکردم. خب الان ولی بازی نمی کنم. منظورش اینه. اگزمپل دوم She used to live in London. اون در لندن زندگی میکرد ولی الان زندگی نمی کنه. نگتیو فرم حالت منفیش didn't plus used to plus base verb. ببینید used to نیستش. دی همون شده didn't. I didn't used to like coffee. من کافی دوست نداشتم. منظورش اینه که الان ولی دوست دارم. Question form did plus subject plus used to plus base verb. مثالشو ببینید. Did you used to go to that school? آیا شما به اون مدرسه می رفتین؟ خب important note we don't use used to when we talk about how long something lasted. ما used to رو وقتی که مثلا یه بازه زمانی در گذشته باشه هیچ موقع استفاده نمی کنیم. ببینید 2 مثال نوشتم. میخوام تو اینجا توضیح بدم. Bill Murphy used to work for the police for 17 years. چون که نوشته for 17 years یه بازه مشخصی در نظر داشته واسه همین used to نمیتونیم استفاده کنیم. جمله غلطه. جمله درستش اینجوریه که Bill Murphy worked for the police for 17 years. 17 سال واسه پلیس کار میکرده که این جمله درستیه. would plus base verb ساختارش مثل used toه که بعد would فعل به شکل ساده میاد. We use would to talk about past repeated actions or past habits but not states. It emphasizes things someone did regularly in the past. خب ببینید این used to ما یه سری عملیات هایی که در زمان گذشته هستش انجام شده رو میتونیم با would بیاریم که عملیات های تکرار شونده در گذشته باشه از would استفاده میکنیم. فقط با این تفاوت که used to میتونست واسه states شرایط statesی که هستش استفاده بشه ولی would رو در حالت اکشن تو جمله استفاده میکنیم. الان تو جمله بعدی واسهتون توضیح میدم منظورش چیه. یه مثال نوشته When we were children my father would take us to the park every Sunday. خب وقتی که ما بچه بودیم پدرم ما رو به پارک هر یک شنبه می برد. خب در زمان گذشته انجام شده واسه همین would استفاده کردیم. ببینید نوشته we use would only with action verbs do, play, go, visit, not with state verbs like be, have, know, like, understand. پس ما would در حالی که یه سری عملیات فیزیکی انجام میدیم استفاده میکنیم. واسه اون استیت وربز هایی که در اونجا یه حالت فیزیک اکشن به صورت فیزیکی نیستش استفاده نمی کنیم. مثلا بی مثل have داشتن، مثل know دانستن، دوست داشتن، فهمیدن. 2 مثال نوشته. مثال اول I would be happy. جمله اشتباهه چون که happy به صورت اکشن که فعالیتی باشه نیستش واسه همین جمله غلطه. پس
درستش میشه I used to be happy. این بود جمله های would و used to. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه.